سرمایه‌گذاری بیش از 200 میلیون دلار بنیاد نقبه‌های بسیار کیلومتری، ساختمان کارخانه متالورگی و انبار برای پرتو. شرکت مشترک تاجیکستان و چین در کان کانچاچ به استخراج سرمه و طلا آمادگی می‌گیرد. طبق نقشه شرکت از سال آینده به کار سر می‌کند. ما درباره کارکرد نهایی محصولات به سازش رسیدیم. در اینجا سرگه و یا درغات ساخته می شود. در آنجایی که قبلا دریا می گذشت باقی مانده های کارکرد طلا می شوند. طور می بینید ما الکی در اینجا خطهای بلند شدت را گذرانیدیم، نقب ها را کافتیم. کار ما طبق نقشه پیش می رود. طبق حساب ها این شرکت سال تا 2 تن و 200 کیلو طلا و 15,000 تن سرمه استحصال خواهد کرد. یکی از شرط های کارشریک محلی شرکت الومینیوم تاجیک هنگام انتخاب کارشریک این بود که باید متل ها در جای استحصال کارکرد کرده شوند. چین سرمایه تکنولوژی و متخصصان را پیشنهاد کرد، جانب تاجیکستان کان را فراهم آورد، درآمد برابر تقسیم خواهد شد. ما درباره کارکرد نهایی محصولات به سازش رسیدیم. برای ما این پرینسیپیالی است. این تماما سیاست دیگری نرخگذاری و البته سرمایه‌گذاری دیگر است. ما با جانب چین به توافق رسیدیم که کارخانه متالورگی بنیاد می شود و در آن سبیقه طلایی و سرمه استحصال می گردد. شرکت های چینی به استخراج کندنی های فایده‌ناک در تاجیکستان و پیش از همه به کانهای طلا توجه خاص می دهند. بیش از 80% این متل از جانب شرکت‌های مشترک چینی و تاجیکی استخراج می‌شوند. با گفته شریکان محلی در شرکت تالکو گولد، انتخاب چینی‌ها صرف به خاطر منفعت اقتصادی است. طبیعی است که ما لایحه‌های خود را با تمام جهان دسترس نمودیم. در سمت روسیه و شرکت‌های دیگری خارجی همکاری زیچ را به راه ماندیم، اما جانب چین توجهی بیشتر ظاهر کرد. کارشناسان بر اینند که انتخاب به منفعت سرمایه‌گذاری چین در تاجیکستان نه تنها به خاطر امکان دریافت درآمد است، بلکه به آن وابسته می باشد که شرکت‌های چینی قاعده‌های بازی محلی را می‌دانند. چینی‌ها در داخل کشور خود همیشه مقابل کروپسی هستند، ولی در اطراف خود خصوصا در کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوب و شرقی فساد را برای جمع کردن ذخیره‌های ارزان در خزینه چین تشویق می‌کنند. تاجیکستان در عوض سرمایه‌گذاری ثروت‌های زیرزمینی خود را تحت نظارت شرکت‌های چینی می‌گذارد. اینچنین معدن‌ها از جانب مقامات برای قرض‌هایشان پرداخت کرده می‌شود. مثلا برای بنیاد 2 مرکز برق و گرم‌دهی دوشنبه حکومت مجبور شد که کان طلایی بالای کومرغ را با ذخیره متلی 50 تن به مهلت نامعین به اختیار چین بدهد.